خبر بد برای امیر آرتا، خیرترین یا کلاهبردارترین. انقدر اینو بهش گفتن که دیگه قهر کرده. امیر آرتا رو میگم، یادتون میاد همین هفته قبل برای 2 تا دستفروش قزوینی 2 دهن مغازه جور کرد. حالا اومده ویدیو داده که دیگه پشیمونه و به کسی کمک نمیکنه. ماجرا از جای شروع شد که این مدت همش بهش تهمت زدن و گفتن پول کمک مردم رو میگیری و میبری برای خودت ماشین لاکچری میخری. ولی قضیه از این قراره که خودش بچه کارگر بوده، حتی از دانشگاه انصراف میده و مدتی میره تو موسیقی، یه مدتی دیجی میشه و بعدش تمام پولش رو وارد کلینیک میکنه و تازه از اونجا یواش یواش وضعش خوب میشه. همین آدم به مناطق محرومی سر زده که سوزش آفتاب اونجا میتونه از اون طرف کلت بزنه بیرون، جاهایی که بچهای مردم یه دمپایی هم ندارن بکنن پاشون. اما دیگه خسته شده و گفته امیدوارم روزی فرهنگ ما برگرده به زمان کوروش. اونایی که میگن امیر آرتا آدم درستیه لایک کنن و یه جمله در وصفش بنویسن. اگر میخوای از اخبار داغ و حواشی هنرمندان جانمونی، پیج حاشیه ایرانی رو فالو کن.